در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زنان 26 33 ساله ساکنان شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. نامبردگان روز 20 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:20 از روی میز کاری خرید و فروش خانه ها واقع در شهر دوشنبه یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را که به مرد 42 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد با راه آشکارا و طریق زورآوری گرفته از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. روز 12 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 9:40 راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیرا علی‌نظرов شهزاد جورابیکوویچ سال تولدش 1997 ساکن جماعت دیهات کوروش نویه اسپیتامن هنگام حرکت در روی ماشینگرد دیهه کرکت همین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه برآمده به درخت برخورده است. در نتیجه راننده علی‌نظرов جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. مسافر افت-ماشین مذکور مومنوف الدار دیقنبویویچ سال تولدش 1980 ساکن نویه اسپیتامن هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.